دیدین پوست کندن سیر چقدر درد سر داره؟ حالا من بهتون نشون میدم توی 10 تا 15 دقیقه. یا دقیقه نه، 15 ثانیه. نترسید، اونقدر طول میکشه. این مقدار سیریه که من برای امروز نیاز دارم. حالا چی کار میکنیم؟ خیلی راحت، 10 تا 15 ثانیه میذاریش توی مایکروویو. کلاً 15 ثانیه طول کشید. به این راحتی